اعلان گردیدن سال 2017 سال جوانان نشان غمخواری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت جوانان می باشد. واقعا جوانان وارثان اصیل و ارزنده ملت، نیروی بزرگ آینده ساز دولت، قوه پیشبرنده جامعه و ثروت ملی به حساب می روند. کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بخشیده به سال جوانان لایحه نو را تحت عنوان در مهمانی رکتور تهیه نمود. طبق لایحه در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان سنه‌های 24-25 اکتبر سال روان فروم جمهوری جوانان تحت عنوان وحدت جوانان سعادت ملت بخشیده به 25 سالگی اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و سال جوانان برگزار می‌گردد. همزمان طبق برنامه در مهمانی رکتور ملاقات رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با نمایندگان دانشگاه‌های عالی کشور دایر کرده می‌شود. مرحمت به فروم وحدت جوانان سعادت ملت به دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان.